سلام، مریم زندی هستم از کانال زیباساز. میخوام که بهتون یه محصول جدیدی رو معرفی کنم برای کنترل چربی کف سر. این محصول از برند آرچیلو هستش که شما میتونید این محصول رو بعد از شستشوی کامل کف سر بعد از حمام استفاده بکنید. محصول آرچیلو لوسیون ضد چربیش باعث میشه که چربی کف سرتون به خوبی کنترل میشه. کمک درمان بسیار خوبی همراه شامپوهای ضد چربی که بسیار کمک میکنه چربی کف سرتون کنترل بشه، ریزش کف سرتون که به واسطه چربی های کف سر هست کنترل بشه، منافذ کف سر که بر اثر چربی زیاد باز میشن و ترشح چربی غیر عادی دارن رو کنترل میکنه به واسطه عصاره کرفس و نیاسینامید داخل این محصول. این لوسیون ضد چربی مو کمک میکنه اون آکنه هایی که کف سر هستش یا باکتری یا قارچی که بر اثر چربی زیاد کف سر به وجود میاد از بین برن با استفاده مداوم. میتونید این محصول رو 2 بار در طی شبانه روز استفاده بکنین. یادتون بمونه که این محصول نباید زود شسته بشه، یعنی که حداقل این که 3 ساعت روی کف سرتون بمونه. برای همین ما پیشنهاد میکنیم که شما اینو شبها استفاده بکنین که نیازی به شستشو نداشته باشه و با دوشی که صبح میگیرین به راحتی از کف سرتون پاک میشه. خاطرتون باشه که برای اینکه بتونید تاثیر بیشتری بگیرید از لوسیون های کف سر حتما رو کف سر تمیز ازش استفاده بکنین که منافذ کف سر باز باشه و مواد مؤثره محصول داخل کف سرتون نفوذ بکنه. حالا اگه بخوام بهتون این محصول رو نشون بدم، این که این خودش پک کلم کاملا بهداشتی و درمانی داره به صورت 75 میل بسته بندی شده. اسپری هستش و استفاده ازش بسیار ساده هست، بسیار محصول شکیل و زیباست با اسپریش بسیار ساده. چجوری ازش استفاده میکنین؟ کف سرتون رو به 10 قسمت تقسیم میکنین. رو هر قسمت یک اسپری، یک پاف اسپری کافی هستش. با نوک انگشتاتون لطفا ناخن کف سر چرب به هیچ عنوان نکشید. با نوک انگشتاتون کف سرتون رو قشنگ ماساژ میدین که این محصول به خوبی داخل کف سرتون بشینه، از مواد مؤثرش بتونه پوست سرتون به خوبی استفاده بکنه. و اینکه قبل هم بهتون گفتم تا 3 ساعت اصلا شستشو نشه و بعد هم که خواستین محصول رو بشورین از رو کف سرتون حتما از آب خنک و روب خنک استفاده بکنین، چون خود گرما باعث میشه که چربی بیشتر ترشح بشه. سعی کردم که همه نکاتی که لازم هست رو بهتون در ویدیو بگم، اما اگر سوالی دارین لطفاً در کامنت بپرسین، بهتون جواب میدم خودم و حتما ما رو ساب کنین و به دوستانتون هم معرفی بکنید.